سلام علیکم، چطورید؟ شما رو میتونم بذارم اینجا. صبحتون بخیر. صبح که البته صبح من نمیدونم شما کی این ویدیو رو میبینید، ولی من الان صبحمه و دارم میرم سر یه پروژه‌ای که فکر کردم شاید براتون جالب باشه که توضیح بدم مثلا چی هست و چی جوری هست و داشتم الان آماده میشدم که برم، یعنی آماده که شدم صبحونه بخورم که برم، گفتم بیام برای شما کوتاه توضیح بدم و چون امروز تنها میتونم شما رو هم با خودم ببرم. یه لحظه اجازه بده. قضیه از این قراره که شرکت ما از طریق زاگا رو نمیدونم باهاش آشنایی دارین یا نه، ولی زاگا یه با اونترنیمنه، یعنی یه شرکت ساخت و سازه و قبلش راستی عذرخواهی کنم من صدام گرفته، این هفته مریض بودم و وحشتناک. زاگا یه با اونترنیمنه که چیز میکنه که خب سازنده است دیگه و به ما یه قراردادی نوشته که ما یه سری از این خونه هایی که بشتنده یعنی وجود داره رو بریم و بشتندsaufnahme انجام بدیم. حالا بشتندsaufnahme اصلا چی هستش؟ بشتندsaufnahme یعنی که ما میریم سر پروژه، سر ساختمون، خونه هایی که مثلا مال چه خونه های جدید، البته بستگی داره که چه خونه‌ای برای ما انتخاب کرده باشن و نوشته باشن، ولی چه خونه های مثلا نوی باو، یعنی خونه هایی که تازه ساخته شدن، چه خونه هایی که مثلا مال سالهای خیلی قبلن. مثلا من حتی یه خونه دیده بودم مال سال 1955 بود. مثلا بریم اونجا عکس بگیریم و اشکالاتش رو بنویسیم. و یه جدولی هست، یه دفتری هم بهمون دادن، مثلا یه کتاب چطور دادن و خب اشکالاتی که میتونه باشه رو رتبه بندی کردن، یعنی مثلا چه نمره‌ای بهش بدیم به اون اشکاله و خب خیلی چیزا رو ما نمیتونیم ببینیم اصلا، مثلا مثل اینکه دمونگ چقدر اصلا اون تو هست، چند سانت اون تو هست، خب ما نمیتونیم ببینیم ولی باید مثلا حدس بزنیم. بعد حالا مثالشو براتون توضیح میدم، مثلا خودم توی برای یکی از پروژه‌ها چجوری حدس زدم، چون واقعا اصلا نمیتونی ببینی، از کجا بدونی. و خلاصه آره ما رو به آفتراکت کردن که بریم این کارو کنیم. منم خودم پیشنهاد دادم چون دیگه واقعا از این که الان 2 ماه آخر ساله دوست داشتم یه ذره بیرون از جو شرکت و خارج از اونجا باشم، بخاطر اینکه حقیقتا دیگه خیلی بعضی اوقات زیادی میشه که مثلا دیگه تنگاتنگ همش با همکارا، مخصوصا سر این پروژه آخر همش پیش همکارا بودیم و خیلی کار گروهی تنگاتنگ بود دیگه. احتیاج داشتم یه ذره آروم باشه، همه چی ریتم همه چی بیاد پایین، آروم باشه، سرعتش بیاد پایین که بتونم یه ذره فضای خودم رو داشته باشم و کار کنم. من کلا یه چیزی که خب تو کار خیلی دوست دارم اینه که یه مقداریش دست خودت باشه، این که مثلا چه ساعتی برید سر کار، یا مثلا نه که اون 8 ساعت رو کار نکنی، اون 8 ساعت رو کار کنی، ولی تقسیم بندی ساعت‌های کاری خیلی دوست دارم دست خود آدم باشه. در صورتی که میدونم مثلا یادم مثلا من اگه دست خودم بود شاید حالا اونقدر خوب هم تقسیم نمی‌کردم. خانم شما از اون پشت می‌بینین چیزی؟ خونم اونور نامرتبه، قدی هفته مریض بودم به هیچی نرسیدم. خلاصه من پیشنهاد دادم که انجام بدم کار، خب خیلی پیچیده‌ای هم برام نیست. یه حالت مثلا یه هفته آره تقریبا یه هفته یا اینطورا برای بچه هامون شولونگ گذاشتن. شولونگ حالا چی بود؟ خیلی ما صدای منو بشنوین. شولونگ برای این بود که مثلا به حالا پرکتیکانت ها یا به کسایی که از بیرون میان همه توضیح بدن که دقیقا باید چی رو عکس بگیرن، چی مهمه، چی رو باید حدس بزنن، چی رو باید بدونن، چی رو باید تو اون جدول پر کنن. و خب من اصلا تو پروژه نبودم، یکی از همکارامون که اتفاقا ایرانی هم بود رفت از پروژه بیرون. همکارمون که یعنی از بیرون اومده بود و بهش گفته بودن اگر که مثلا خوب انجام بده و اینا بهش قرارداد فول تایم میدم، که رفت به هر دلیلی و به من گفتن تو بیا و توی مثلا 2 ساعت برای من قشنگ توضیح دادن، فقط 2 ساعت، مثلا چیزی که یه هفته برای همه وقت گذاشته بودن شلوغ بود، تو 2 ساعت توضیح دادن، گفتن اینه برو انجام بده. البته که خب میتونم بفهمم چون من به هر حال
مسترم هم تموم کردم، سابقه کار دارم و خب اونایی که مثلا براشون همه شلوغ گذاشتن کسایی بودن که هنوز دارن درس میخونن، یه ذره شرایط متفاوت و خب اونا توضیح بیشتری طبیعتا نیاز دارن و آره به همین دلیل حالا امروز اونجایی که میخوام برم یه ذره نزدیکای منه، به خاطر همین دیگه مستقیم شرکت نمیرم، از همینجا میرم سر پروژه و میتونم همون لحظه‌ام بهتون نشون بدم که چی به چیه و چه چیزایی مهمه و شاید چند تا اصطلاح گفتم که به دردتون بخوره. امیدوارم که به دردتون بخوره، ولی حدس میزنم چیز جالبی باید باشه، چون فکر نمی‌کنم همچین چیزی تو ایران باشه، چون خب اصلا ایران فقط میکوبن میسازن، یعنی تا جایی که میدونم هیچ ساختمون به اون صورت قدیم مثلا میگم مال سال 1955 نمیگم نیست، ولی تا جایی که من میدونم مثلا شرکت‌های معماری حالا اونایی که ما توش کار کردیم تو قسمت معماریش نیستش که اینکه مثلا برن اشکالات ساختمونش چیز کنن، شاید قسمت مرمت، شاید نمیدونم، ولی به هر حال به اندازه اینجا هم ساختمون قدیمی ندارن که یه چیز واضحیه. ساختمون‌های مسکونی قدیمی منظورمه، طبیعتاً ساختمون‌های مسکونی قدیمی و که بنای قدیمی که اصلا داستانش جداست، ولی منظورم ساختمون‌های مسکونی قدیمیه، چون اونقدی با کیفیت نساختن که خیلی زیاد مونده باشه ازشون. اصولا خیلی خرابه میشن ساختمون مثلا 70 ساله 80 ساله، مثلا بعید میدونم که بدون اشکال یا مثلا با اشکالات کم توی ساختمون مسکونی، بازم دارم چند بار میگم مسکونی چون مسکونیش خیلی مهمه، توی ایران باشه. ولی آره مثلا ما خونه خودمون که خونه خودمون رو من پدرم با یکی از دوستاش درست کرد، ولی خب باز اون قضیهش فرق داره، اونم ساختمون چندین ساله است، ولی بازم ساختمون 100 ساله مثلا 150 ساله. خب مسکونی کم داریم دیگه تو ایران، من نمیدونم تقریبا نداریم شاید اصلا، چون تقریبا تبدیل به خرابه میشن. حالا چه بستگی به مدل ساخت و ساز داره، چه بستگی من نمیدونم، من اینا رو اونقدر راستش اطلاعات ندارم که بدونم، ولی به هر حال اینجا مثلا من خونه خیلی از کسایی که میشناسم خونه خود من هم کمی تا قسمتی قدیمی نیست، ولی مثلا مال 40 سال پیشه، ولی خب توش و اینا همه نوعه، یعنی تمیز نوعه. حالا بازسازی به نظرم نمیدونم شده یا نشده حقیقتا، ولی خب همه چی تمیزه، یعنی میگم خونه مثلا 100 ساله 50 ساله حتی اگه تو ایران باشه، خونه مسکونی 50 ساله قطعا اگه بازسازیش نکنی خراب است، ولی خب اینجا اشکالات دیگه ای داره، به خاطر آب و هوا، به خاطر شیمل، به خاطر قارچ مارچ اینا که میزنه و اینا. حالا آره گفتم شما رو امروز ببرم و اگه چیزی جالبی بود بهتون نشون بدم. ببین الان خونه اول اومدیم، نگاه کنی زیرا، میبینی خراب شده، به خاطر آبه خراب شده، پوس شده و این چیز جالبی نیست اینجا. حالا من فقط باید داخلی ها رو انجام بدم. بعد یه قضیه اینه که اینجا این ساعتایی که ما میایم صبح میایم و اینا یه سری از این بیرباتالای آلمانی هستن، بعد اینا واقعا اعصاب خورد کنن، یعنی اصلا روانتو باش بازی میکنن. اصلا فکر میکنن مثلا تو صاحب اون شرکتی، چرا حالا مثلا اینجا الان مثلا بعد مثلا این سال حالا همه چیز خراب شده. اینقدر راه رفتم دارم از گرما میمیرم، قشنگ عرق کردم، قندم هم افتاد، اصلا یک وضعیتی. این بشتم افنامم خیلی کار راحتی نیست، خیلی سخته از چیزیه که من فکر میکردم. خلاصه تو خیلی از خونه ها نتونستم برم چون که کلیدشون نمیخورد. البته خب مسئولیت منم در حدی بود که برم داخلشون و زنگ بزنم به کسی که فرست قطعه، ولی خب اونام نبودن، اولاب بودن. خاطر همین دیگه از حوزه اختیارات من خارج، قیافه من که هنوز تو حالت مریضی هم، آرایش هم مثل که کمک نکرده. آره خلاصه نشستم اینجا یه ذره قهوه آوردم بخورم، خیلی خسته شدم. تقریبا 2 ساعته دارم همینجور قدم میزنم و فک میزنم، مریضم هستم، خیلی وضعیت جالبیه.
رفتم خونه ها رو دیدم، گفتم بیام بهتون خبر بدم، انقدر سرد بود الان اومدم زیر پتو. رفتم خونه ها رو دیدم و یه سریاش هم که درش همسایه ها برام باز کردن نگاه کردم. ولی در کل خب مثلا کار عجیب غریبی نیست. در از شما باید مثلا به هر حال هم توی کلا بریم، یعنی زیر زمین بریم ببینین تمام اون لایتونگا، لوله کشی ها رو نگاه کنین، عکس بگیریم و به ورتونگاش انجام بدیم که حالا نمیدونم به فارسی چی میشه، ولی خب این کله های چیزش رو باید ببینیم. گدمت هست، گدمت نیست، یعنی گدمت که یعنی عایق شده عایق نشده. باید توی تکنیک قوم بریم، اگه بتونیم بریم رو سقفش باید بریم رو سقف. البته من تا به الان نرفتم، خاطر اینکه جدا از اینکه خب خیلی هاش اصلا همچین آپشنی نداشت که بشه رفت، خطرناک هم هست، به خاطر اینکه باید مثل حالت یه قلاب تور داره، حالا عکسش اینجا براتون میذارم، یه قلاب تور داره، باید به ما یه چیزی دادن که میکنی تو این قلابه میکشی پایین، ولی خب هم بسیار سنگینه هم بسیار خطرناکه، یعنی خورد تو سر یکی از همکارمون و به خاطر این من اصلا ریسک یه سری کارا رو نمیکنم، یعنی مثلا نمیرم، چون یه اتفاقی اگه برام بیفته بعدا جدا از اینکه خودم چلاق میشم به هر حال کارم نمیتونم بکنم و خب زیاد جالب نیستش. ولی خب مثلا توی یه همچین چیزی ارگانیزاسیون یا برنامه‌ریزی خیلی مهمه که خب شرکت ما خیلی برنامه‌ریزیشو خوب انجام نداده، به خاطر اینکه یه سری کلیدا نبود. من اصلا این خونه‌ای که رفتم اکثرا زنگ زدم برام در باز کردن و خب تو باید دوباره براشون توضیح بدی من از زاگا اومدم، پروژه‌مون مال زاگاست و از طریق اونا اومدم. بعد از اون من میگن تو کجا کار میکنی، دوره گذروندی، باید بگی نه من پیش فلان شرکت معماری کار میکنم، من معمارم. خلاصه باید با آدما حرف بزنی و خب آلمانم کلا کسایی که اینجا بودن میدونن اگه مثلا یه همچی کاری انجام بدین این نفر مخصوصا خب من میبینن من دارم عکس میگیرم دیگه، میپرسن که شما از کجا اومدی، برگت رو نشون بده که ببینیم از اونجا اومدی، بعد دوباره باید در بیاری اون برگت رو که نشون بدی آقا جان من از فلان جا اومدم، چون خب به هر حال منطقی هم هست اونا دارن یه آدم رندومی رو اجازه میدن بیاد تو خونه و تو خونهشون من نمیرم، طبیعتا من میرم تو ساختمون، میرم اگه خونه خالی داشته باشن، لیاوونونگ داشته باشن، میرم تو خونه خالی که اونا رو ببینم، ولی اکثر خونه ها قدیمی هن و ندارن اکثر آدم توشه. بعد یه سر میرم زیر زمین و همین. خلاصه که به هر حال برای تنوع کار جالبی و خوبیه، به خاطر اینکه خب من به شخص خودم این که مثلا حتما تو کار بعدیم توجه میکنم اینه که هوم آفیس داشته باشه. کار ما یعنی قرارداد من هوم آفیس نداره، ولی خب مثلا این کاری که دارم انجام میدم، دوربین نگه دارم احساس کنم دستم داره میلرزه، کاری که دارم من انجام میدم خب من مثلا دست خودمه، من مثلا تعداد خونه‌هایی که به خاطر همین اصلا پیشنهاد دادم به رئیس اینا که من الان پروژه قبلیم تمام شد مثلا یه مدت اینو انجام بدم، به خاطر اینکه خب خیلی دوست دارم اینو که دست خودمه تایمم، که میدونم کی برم کی بیام، بعد الان باید بشینم دوباره این جدولو به ورتونگاش و اینا رو پر کنم و مسئول پروژه‌مون حالا نگاه میکنه، عکس‌ها رو هم آپلود کنم و از این چیزا. کار خب طبیعتا نسبت به کاری که من روزانه انجام میدم خب اصلا پیچیده نیست و درسته که دانششو میخواد ولی پیچیده به اون صورت نیست و اینکه یه ذرم به من فضای شخصیمو میده. من خیلی احتیاج دارم به این فضای شخصی و حتما توی شغل بعدیم توجه به این موضوع خواهم کرد که من بتونم واقعا مثلا یه تعداد روزی رو تو هفته هوم آفیس انجام بدم، چون واقعا خیلی مهمه، خیلی زیاد مهمه. چون اگر مثلا شما یه آدمی باشین که از لحاظ شخصیتی و اخلاقی مثلا مثل من باشین، حتما یه باتری اجتماعی دارین. من با اینکه آدم خیلی برونگراییم ولی خب به هر حال سر کار که خب دوست و رفیق آدم نیستن و تو احتیاج داری که کارتو انجام بدی، احتیاج داری که مسئولیتتو انجام بدی که بابتش به تو حقوق میدن و باید اونا رو انجام بدی. طبیعتا خب انگیزه‌ای هم نداری برای اینکه مثلا ارتباط دوستی با اونا بگیری، چون اولا که خب هر کسی خارج از اون جو دوستای خودش رو داره و واقعا من تجربه
چندین باره خودم بهم ثابت کرده که همکار و دوست واقعا دو تا چیز متفاوتن و نباید هم قاطی بشن. همکار باید حرفه‌ای بمونه و دوست باید دوست بمونه، چون واقعا اگر همکاری دوست بشه نتیجه خوبی زیاد نمیده و اینو نه تنها حرف منه بلکه روانشناسا هم تا جایی که من میدونم تایید میکنن که واقعا باید یه مرز محکمی کشیده بشه، چون واقعا خیلی مهمه. و بیام به این دلیل یه موقع‌های واقعا ترجیح میدم که تایم کاریم رو تو آرامش برای خودم داشته باشم که بتونم با آرامش کار کنم. و الانم استراحت کردم بعد از 4-5 ساعت راه رفتن. الانم باید برم ادامه جدول رو پر کنم. مرسی که نگاه کردین. راستی میتونم بهتون الان یه ذره از PDF رو نشون بدم که برای بورتونگش و اینا ببینین شما. من پرینتش گرفتم، الان نشونتون میدم و بعد میرم سراغ ادامه کارم. ببین شما یه همچین PDFی بهمون دادن که خب نوشته زاگا Bewertungshandbuch für die Erhebung der baulichen und energetischen Objektqualität. و خب اینجا که اینا رو من ننوشتم، این کسی که قبل من بود ایرانی بود و خیلی بامزه است. اینجا همه فارسی نوشته، خب برای منم جالبه. ولی مثلا خب اینجا توضیح داده مثلا Gebäude, Typ, Einfamilienhaus, Doppelhaus, Reihenhaus, was weiß ich, das alles. بعد Gebäudeklasse که باید تو اون جدول پر کنیم. Anzahl Vollgeschosse که خب اگه طبیعتا Staffelgeschoss داشته باشه Vollgeschoss و اینا حساب کردنش به یه نحو دیگه میشه. Anzahl Geschosse. بعد Gebäudehülle باید به فساده یا نماشو بگیم که دقیقا چی بوده. WDV ist Klinkerriemchen oder was weiß ich. Fliesen, Putz, Vorhangfassade. بعد Anteil Fassaden باید بگیم چند درصدش اصلا gedämmt یا ایزولیت، چند درصدش نیست. دوباره همین جوری میره برای همه قسمتاش. Fassadendämmung, Anteil Fassadendämmung. بعد Zustand فساده یعنی وضعیت نما رو باید بررسی کنیم که بر اساس این توضیحات باید ببینیم تو کدوم دسته است و بهش بورتنش کنیم. و Starke der Fassadendämmung اگه بتونیم، مثلا من یه نمونه‌ای بود که خب طبیعتا الان براتون عکسشو اینجا میذارم. یه نمونه‌ای بود که من تونستم ببینم مثلا چقدر دمونگش و اندازش هم گرفتم با پوتس و خب طبیعتا تونستم وارد کنم. ولی یه جاهایی مثلا نمیدونی شما، ولی چیزی که هست با توجه به سرچی که من کردم، بذار اونوری کنم دوربینو. ولی چیزی که هست با توجه به سرچی که من کردم، چون من برام خیلی عجیب بود که فسادندمونگ یعنی عایق کردن نما، آیا مثلا از چه سالی اصلا تو آلمان شروع شده، که من تا جایی که سرچ کرده بودم نوشته از سال 1956 و خب طبیعتا خونه هایی که تا قبل اون بودن احتمالاً که نداشتن دمونگ، اصلا نداشتن توی فسادندمونگ، نداشتن توی نما عایق نداشتن. و اینو میتونی مثلا متوجه بشی، حتی مثلا وقتی که اینطوری میزنی به پشت چیز متوجه میشی، چون یا چیزی که توضیح دادم براتون اینجا تو صفحه قبل بود فاسادن آرت، میفهمی که یه دونه سیگل شتاین فوله، یعنی پر کامل یه دونه سیگلشتاین، یا فقط یه برشی ازش رو اینجا بهش میگن ریمشن. حالا عکسشون رو براتون اینجا میذارم. ولی وقتی میزنی پشتش، وقتی یه صدای سنگینی میده، میفهمی که پشتش دمون نیست احتمالاً. و خب ما مثلا اینطوری بهمون گفتن که باید بورتن کنیم، ولی مثلا این ریمشنا که باشه یه صدای پوکی میده. اون پوکه معلومه که پشتش دمونگه و فقط یه لایه نازکی از این آجر رو بریدن و مثلا چسبوندن. مثلا اینطوری تشخیص دادیم. ولی میگم ساختمونایی که مثلا نماشون پوتس بود، خب من تونستم ببینم، از یه جایی رفتم از زیر نگاه کردم، قسمتی که زوکل بود میتونستی ببینی، میتونستی حتی دمونگو اندازه، جدا از این که اصلا دستم بزنی، خب اول که میفهمی که پوکه و اصلا احتیاجی هم نیست که بزنی که بفهمی پوکه، چون وقتی پوتسه حتما زیرش دمونگه. یعنی همون سیستم ودفاوس و ایناست. وقتی میری میتونی اصلا زیرش اندازه بگیری که حالا عکسش هم براتون میذارم. این بود از توضیحات. چیز دیگه ای فکر نمی کنم براتون این تو جالب باشه. راجع به آفتسوگ نمیدونم، یعنی آسانسور، بالکن، توشتن در بالکن، همه رو ریز به ریز، حتی لایتونگ و همه اینا رو نوشته.
یعنی Wärmetransportsystem، نمیدونم Lüftungsanlage که Lüftungsanlage اینا اگه Leerwohnung باشه مثلا میتونیم ببینیم، ولی خلاصا همه اینا هست، Heizkörper همه چی. مثلا شما الان مثلا میتونی یه نمونه هایش رو اینجا ببینیم. اینا Zustand der Fassade Beispielfotos Putz WDVs این شکلی هن. اینا همه پوتسن که WDVsن و خب میبینیم مثلا رنگی هن دیگه، رنگاشون فرق داره. اینا همه پوتس محسوب میشن. بعد این Sichtmauerwerk که خب تو آلمان خیلی زیاده. دیگه مثلا خب شما اینجا میبینی، مثلا میبینی اینجاها از بین رفته و خب اینا رو باید بیان درست کنن دیگه. اینا این لایتونگایی هم که میگفتم چقدر بامزه، همه فارسی نوشته، من اینو ندیده بودم. ولی این لایتونگایی که دقیقا داشتم میگفتم، ما میریم توی کلا نگاه میکنیم، اینا هستش که اینا مثلا شتاتیشه، این دونا میشه، بعد ماها در اصل باید به ورته کنیم. ببین شما میبینی مثلا اینجا معلوم که اینو باید بیان مشکلش رو برطرف کنن دیگه، چون رنگ روش یه موقع هست وارم واسه رو کالت واسه رو مثلا توی یه دونه بسته پکن میکنن، لوله هاشون زیادی به هم نزدیکن، اون موقع وارمه باعث میشه که مثلا آب سرد یه جوری آب سرده گرم بشه و خلاص از این چیزایی که خب نمیخوایم اتفاق بیفته که دست باید جدا از هم باشن و از اینجور چیزا. خب مثلا اینجا ببین شما، مثلا اینجا هم میتونید ببینید که مثلا اینام سوشتندش اوکیه، یعنی شرایطی که الان داره اوکیه، ولی اشکالات کوچیک داره. ببین مثلا شما اینجا میتونید ببینی، میبینی اینجا دمونگو میتونید ببینی و اینجا که آلومینیوم فویل چیه پیچیدن، اینجا هم همینطور، یعنی خوب گدمت نیست. به هر جهت این بود. امیدوارم که ویدیو به دردتون خورده باشه. یه تمای جدیدیه به هر حال، برای خود منم جدید بود ولی خب لزوما پیچیده نیست. من فقط دوست داشتم خب خیلی چیزا رو با یک نگاه دیگه‌ای نگاه کنم و خب وقتی شما مثلا این همه خونه رو میبینی به هر حال یه دید کلی دیگه‌ای داری و دیدت به هر حال عوض میشه. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. حتما به بقیه ویدیو رو بفرستین اگه به دردتون خورده. لایک و سابسکرایب یادتون نره، به من خیلی انگیزه میدین و مرسی که ویدیو امروز رو تماشا کردین. خدافظ.